اندام زیبا پشتش یه عالمه عشقه. حتما عاشق باشید برای داشتن اندام زیباتون. تدارک ببینید، پشت گوش نندازید، چون اگه پشت گوش بندازی حالا یه چیزی میخورم، اون رژیم یه بار خراب بشه پشتش راه میره. تجربه ثابت کرده که سعی کنید رژیمتون خراب نشه. تغذیه‌تون رو تدارک ببینید و آماده باشید. شام امشب جوانه ماش، مرغ اون فیده گریل شده، فلفل دلمه، کاهو، گوجه اسلایس شده، باز فلفل دلمه سبز و یه خورده ذرت و نخود فرنگی و هویج. عشق کنید، حالشو ببرید. یعنی انقدر این آرامشی که من توی آماده کردن این غذا و ورزش میگیرم، خدا وکیلی هیچ کسی نتونست اون آرامش رو به من انتقال بده. حالشو ببرید. من دارم یه زندگی جدید رو بهتون پیشنهاد میکنم که شما هم بتونید مثل من لذت ببرید. حال دلتون خوب باشه، موفق باشید. شبتون بخیر.